آیا تلبیدن درست است یا درست نیست؟ آیا تلبیدن برای کیها درست است، برای کیها نادرست است؟ آیا تلبیدن حلال است یا حرام؟ من برای شما در اطراف این صحبت انشاءالله من برای شما کرده میگذارم. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. از خداوند بسیار مهربان دعاگو هستم که الله مهربان خاتمه کار همه ما و شما را به خیر گرداند و الله مهربان دعاگو هستیم که با ایمان حیات به سر بردن و با ایمان دنیا را پدرود گفتن و فردای قیامت از زمره انسان‌های با ایمان سر برداشتن برای هممان الله مهربان نصیب گرداند. الله را بسیار سپاسگزاریم که در یک فضای امن و آسایشتگی در این سرزمین روز برده استیم. خداوند این نعمت برای این مردم ما بردوام نگه دارد. الله را دعاگو هستیم که همه بیماری های ما را شفا دهد. همه مهاجرها و مسافرها و غریبای ما هر جا که باشند، خدای مهربان از همه سختی ها، از همه مشکلات هایی که امروز دامنگیر شما هست، خدای مهربان شما را رهایی نصیب کند و کاراتون در خداوند برار و برکت و کشایش نصیب کند. برادران و خواهران خیلی گرامی، امروز من میخواستم در اطراف تلبندگی، یعنی تلبیدن، طمع کردن، برای شما یک صحبتی داشته باشم. برادران و خواهران گرامی، از بس که امروزها در کوچه ها، در بازارها، در نزد مسجدها و اینچنین حتی در نزد بیمارخانه ها، هر جایی که سیر آدم باشد، اونجا نفرهایی که به تلبیدن مشغول هستند ما اینها را در میابیم. حتی هر جایی که اگر سوارت هم نزد همین سویتفار میگیم، وقتی در همین سویتفارها هم که میستی، خورد و کلان، زن و مرد، پیر و جوان آمده مقصد همون نزد آینه با دستهاشون حتی اشاره کرده زده تا در کشاین و برای اونها چیزی تین، بعد جانتون مقصد از اونها خلاص می شود. حتی این تلبیدن تا تمام دولت های دنیا اگه گوییم تلبنده هاش هست. حتی در مکه مکرمه بینین چقدر تلبنده ها هست، در مدینه منوره بینین چقدر تلبنده ها هست. و این خاطر من میخواستم که در اطراف تلبیدن از نگاه دین خودمان، آیا تلبیدن درست است یا درست نیست؟
آیا طلبیدن برای کیها درست است، برای کیها نادرست است؟ آیا طلبیدن حلال است یا حرام؟ من برای شما در اطراف این صحبت انشاءالله من برای شما کرده میگذارم. برادران و خواهران گرامی، حدیث پیامبر گرامی هست صلی الله علیه و سلم، میفرماید این المسئله لا تحیلو الا لاحد ثلاث. طلبیدن، پیامبر گرامی میگه حلال نیست مگر برای 3 نفر طلبیدن رخصت داده است. یکم لیزی دم موجع او لیزی فقر مدقع و سیوم لیزی غرم مفضع. این 3 نفر کیا هستند؟ یکم یک نفری که وقتی خطااً کسی را مقصد به قتل میرساند. یعنی در حیات می شود که انسان مثال در سواره و در راه کسی را پخش میکنی، یعنی اگر چنده که او خواهشی تو نبود، اگر چنده که مثال این کار تو بگیم قصدا نکردی بلکه این از تو خطااً و سهواً شد، اینجا در خونبه ها دیت میگن که شریعتی را معین کردگی است. مثال به اندازه 100 شتر یا 1000 دینار که خیلی مبلغ کلانی هست. برای ادا کردن همین خونبه ها اگر همین نفر از مردم خواهش کند که برای من چیزی مثال عطا کنه که تا من بهای خون همین نفر را بتم، در اینجا طلبیدن این آدم تا همو پرداخت دیتش جایز است و درست است. دویم کسی که قرضدار می شود. البته مقصد مشکلات های زندگی بسیاری وقت نفرها را وادار میکنند که قرض میگیرند و برای همون پرداخت قرضشان اگر از کسی بگیم خواهش کنند طلبند که من برده همین قرض ما ادا کنم، برای آدم قرض دارم همون موافقی که چند سومی که قرض دار است تا همون ادای همون را درست است، تا تمام شدن قرضش اجازت است که بطلبند. سیوم کسی که یک روزه خوراک نداشته باشد، میگد همین آدم اگر به شرط از یگان کسی طلب مقصد خوراک همون روزه شکند، برای این آدم جایزه. که نفرهایی که حتی بگیم اونها حتی قوه کاری نیستن، حتی اونها قوه کاری نیستن که مثال بگیم برای زندگی هاشون تامین زندگی کنن، به این خاطر مقصد نادار شدن، به شرایط شدن. اگر اینها برای خوردنشان، برای پوشیدنشان چیزی اگر می طلبند، برای اینا درست است. اکو برادران خواهران گرامی، شما خداتان طلبنده های امروزه را به این 3 نفری که اینها را طلبیدنشان درست است خداتان مقایسه کنید که آیا طلبنده های ما از زمره اینها هستند یا نیستند. از بس که مردم ما بسیار مردم بارحمیم، بسیار مردم غمخواریم. ببینید من در قضای راه میبینم هر یک سواره که از ما هستند آینه هاشون را پایان میکنن، در دست همون نفرکایی که در قضای راه خواه کودک است. ببین اکثرا زنها ایستادگی هستند، حتی همون کودک هایی که در بگیم آلی شیرخوارن زیر دستشون یا در عرابه ها همو را گرفته
در قد راه میورن و میمانن و هر راههایی را استفاده میبرن که ما و شما همونها را زمانی میبینیم دیگر هیچ بگیم طاقت و تاب دیگر نمیشود که اونها را چیزی نتیم. انا همین برادران خواهران گرامی که از روی رحم ما و انصاف ما و غمخواری مردم ما که همین چیزا داریم، اینها از همین سوء استفاده میکنن. اینها از این سوء استفاده میکنن، میدونن که این مردم با همین راه ها میشود که مبلغاشون ما بگیریم. و این خاطر اگر ما در همین خیل حالت اونها را اگر یگان فرق ندارد تو را 20 درهم میتی، تو را 1 سامان میتی، تو را 100 سامان میتی، هر چی میتی تو در دادگی پیشگاه خدای مهربان در گناهگار هستی. شاید بعضی برادرها باور کنن این مسئله بسیار مسئله نازک است. بسیاری مردم شاید چی مردم میگن که مقصد همین نفرها را منع کردن یا همین مردم آزار دادن یا همین مردم از طلبیدن بازداشتن یا همین ها را مبلغ ندادن. وقتی یک نفر دلالت میکنه همون را در نظر مردم همون آدم بسیار آدمی بد بنماید که این چی کار بود مقصد شما کردید؟ آیا با اینها مقصد دل شما نمیسوزد؟ آیا در اینها رحم شما نمی آید؟ ولی خواهرها و برادرای گرامی شما حق این سخن گفتن ندارید. آیا از الله و رسول در غمخوارتر برای بنده کی است؟ هیچ نفر از الله و رسول به بنده های خدا مهربانتر نیست. حتی پدر و مادرمان در مهربانی به مهربانی الله و رسول برابر شدن نمیتونند. من در همین جا برای شما یک اشاره کنم. وقتی که از غزوه احد پیامبر گرامی گشت آمدن، همراه خود یک چند اسیرهای را آوردند و در بین اسیرها که در پهلوی پیامبرمان حضرت عمر ایستاده بود، وقتی که نگاهشون میکردن نظر میکردن به اونها، زنی را در بین این اسیرها دیدن که کودک شیرخوارش را گم کرده است و کودک شیرخواره را میکابد. یک لحظه پس وقتی که کودک شیرخواره را یافت، دره و پیستانش بیرون کرد و در دهن کودک گذاشت و او را شیر دادن گرفت و سر روی را بوسه دادن گرفت. پیامبر گرامی به طرف حضرت عمر فرمود که اگر همین مادر امر کنند که همین کودک در آتش پرتا، آیا در آتش می پرتاید؟ گفت نه نمی پرتاید، بلکه خودش می پرتاید و کودکش نه. پیامبر گرامی گفتند که الله ارحم بعباده من هذه بولدها. خداوند از این مادر دیده به این فرزند مهربانتر است. یعنی مادری او به فرزندش آنقدری که الله مهربان است، این مهربان نیست. لیکن همون الله و رسولی که مهربانن، غمخوار بنده هستند، همونها میگن که شما نفرهایی که طلبیدن کسب کردگیان، یعنی همین را برای چون یک وظیفه دائمی قرار دادگیان، شما اینها را کمک نکنین، زیرا شما در این کارتون بسیار گناه بزرگی میگیرین. شاید شما گوین گناهش در کجا باشد؟ الله مهربان در قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یکدیگر را در کار گناه یاردم نکنین. انا همینجا در یاردم ما در راه گناه هست برادران. در راه گناه ما اینها را یاردم کردیم، زیرا که اینها طلبنده نیستند. اگر شما اهمیت این طلبنده های اصلی، نفرهایی که نیاز دارن، باور کنیم برادرای عزیز، اونا در خیابان ها نمیبراین. اونها کاری را که اینها انجام میتین، راه ها و نیرنگایی را که اینها اجرا میکنن،
اونها نمیتونن این کار کردن. از این لحاظ در این کار شما اگر گویید ما ثواب میگیریم یا اگر شما بگید خیر با 50 درم کجا ما کم میشود، شما در نزد دین خدا همتون جوابگر هستید. ببینین همون نفرهایی که طلبیدن برای خود کسب کردن، اینها دیگر برادرای گرامی، اینها دیگر هیچ وقت مهنت قدرم نمیکنن و هیچ وقتم کار هم به گردن نمیگیرن. گندگی کار در چیه که بین فرزنداشون حتی در قدای کوچه سر دادگی از پا و دستات میکشن برای اونا مثال باید ما مبلغ همو با همو ترس او کلان میشود. با یاردم ما، با دستگیری ما، یعنی ما در گناه که اونا رو یاردم میکنیم، اونا این کار را بس نمیکنن. حتی همین طایفه مردمی که جوگیشون میگن، حتی همینها ده هم اجازت طلبیدن نیست. نامد است که اینها هم بندای خدا هستند. ببینین اینها هم از همین مردم یگان فرقی ندارن. همه اینها هم چون بندای خدا وظیفه‌ای که به ذمه ما هستند به ذمه اینها هم هستند. اینا هم حتی حق طلبیدن ندارن. حق طلبیدن در ابتدا ما گفتیم که کیا مقصد میتونن که تا همو پرداختی وضعیت چون برآمدن تا همون حالت میطلبن. یک شومی کار امروز ببینیم برادرای عزیز که حتی همین اینترنت ها داد حتی پر از طلبنده ها شدگی. به هر راه ها میخواهند که مقصد از مردم یک مبلغی را طلب کنند. از این لحاظ برادران و خواهران گرامی در این مسئله هیچ وقت شما خفگی نکنید. هیچ وقت یعنی این چیزا برای خودتان یگان بیرحمی و بیشفقتی نشمارید، بلکه اینها را لازم است که اینها را مقصد از راه ها و خیابان ها بگیرن. حتی اینا در دل و دیده بعضی از مردم زدگی هن، حتی برای که اینا طلبنده نیستن. اینا نفرهایی نیستن که خداوند و شریعت ما را امر که باشد که دست اینها را بگیریم. برای همین حتی همین مقامات های ما هم چخیلی که من چند روز دیدم الله خیرشان تیاد همین دخترهای بد اخلاق و فاحشه ها را از هر مکان ها جمع کرده و آورده و مقصد فهمانده دهی کردن که اینا هم یک پلیدن در جامعه ما. چقدر زیان ضرر اینها در دخترای ما و فرزندای ما میرسد که خیلی بر مقابل اینها مبارزه میبرن و خداوند توفیق شان تیاد که همین مبارزه را بردوام کنن و این حالت مقصد ای بالای سر این مردم دور کنن بر علیه همین نفرهایی که امروز طلبیدن برای خودشان کسب کردن، بر اینها هم باید ریدا گذرانده شود. اینها را مقصد باید که برده مقصد جزا تیانو اینها را مقصد از همین خیابانها و بازارها و از پیش مسجدها دور کنن. باز میگم از همه شما که من میدانم که این کلمه ها این حرفا ممکن برای بعضی آدم ها بسیار ناراحت کننده است و بسیار مردم شاید این چیزها نفارد، ولی اینا در شریعت هم خیانت میکنن، در شریعت هم گناهگارن و حتی بگیم در آبروی مردم ما و ملت ما هم اینها بگیم تأثیر همون منفی خودشان میگذارن. من میخواستم یک چند حدیثی را برای شما برادرای عزیز و گرامی خوانم. انشاءالله با از حدیث های پیامبر شما میفهمید که در این باب پیامبر گرامی ما مقصد برای ما چی اشاره کردن. بین یکی از حدیث هایی که حدیثی هم امام بخاری است و هم امام مسلم است. راوی این حضرت عبدالله ابن عمر است رضی الله عنهما. پیامبر گرامی گفتند لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم
اگر یک نفر پیامبر گرامی میگه همیشه و همیشه کارش طلبیدن باشد، یعنی ببینید سالهای عمرش در طلبیدن میگذرونه، حالا که برای طلبیدن درست نبود و باید کار کند، مهنت کند، زحمت بکشد، لقمه حلال بیاورد بخورد، زیرا شریعت گفته است که طلبیدن حرام است، یعنی اون مبلغی که از من میگیرد او حرامه، او برای خوردنش درست نیست. برای چی پیشترها میگفتن که از جوگی ها وقتی که چایشان میدادن، نانشان میدادن، قندشان میدادن، میگفتن ای دست اینها چای، قند و آن چیزی که اینها طلبیدن نخرین، برای آنه که همون پیشینی های ما میدانستن که طلبیدن حرام است و آن چیزی رو که ما میخریم این حرام است و کمکی در همون گناه کردن است. به این خاطر اجازت نمیدادن که حتی از اونها ما همون چیزهایی که طلبیده بودن همونها را خرید کرده بگیریم. و در این حدیث چی گفت پیامبر؟ نفری که سالهای خود را، ماهای خود را در طلبیدن وقتی صرف میکند، او میدونه که اینها خداوند در کدام حالت ملاقات میکنند. یعنی روز قیامت الله مهربان اینها را در چشم مردم چه نشان میدهد که اینها در دنیا طلبنده بودند؟ میگه در چهره های روشان یگان پاره از گوشت ندارد. یعنی چخیلی که انسان گوشتی همین بگیم روی سر و چهرهش وقتی میریزد و یک استخوان خالی، یک اسکلت میمونه، الله مهربان میگه روز قیامت کله های اینها را، چهره های اینها را رنگ نمون استخوان خالی از گوشت میخیزاند تا مردم دانند که اینها در دنیا کسبشان طلبندگی بود. و خداوند با همین خیال بگیم حالت زیش با اینها ملاقات میکند که یعنی شما ارزنده این هستین که شما با همین احوال باید سر بردارید. اگر شما خودتون بها گذارین که طلبنده ها را خداوند وقتی به این حالت میارد، آیا الله مهربان به یا نبود؟ ما تو با 50 درم یک سوم خودمان غمخوار میگیریم، چرا خدای مهربان اینها را میگم من به این شکل میارم؟ برای که هیچ وقت ببین پیامبرا را ببینین، میگه کان زکریا علیه السلام نجارا، حضرت زکریا پیامبر بود ولی استاگی میکرد. ببین کار با چوب سر کار داشت، مهنت میکرد، از همون نان میخورد. و کان داود علیه السلام یاکل من عمل یدی، حضرت داود علیه السلام ببین با دستاش میگه برانی ژیلت ببست، میبافت، همون را میفروخت. پیامبر گرامی ما ببینین گوسفند چرانی میکرد. حتی پیامبرهایی که اینقدر مسئولیت به ذمه داشتن که اینا باید سخن خدا را رسانند، ببینین چقدر برای اینا مقصد مهم و مشکل بود همین کار، حیات اینا پر مسئولیت بود، ولی بازم همین اینها را میگفتن دنبال با کار کن، ای حساب مهنتت مقصد روزگذرانی کن. از این لحاظ خدای مهربان هیچ وقت طلبیدن یا طمع را الله مهربان دوست نمیدارد. حتی من در حدیث خواندم میگه الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء. حتی عالمی که، دانشمندی که، داملایی که، یا مولوی و شیخی که، یا حاجی که وقتی میگه دست طلبیدن دراز میکند، خداوند حکمت، ولی بین حکمت، انمو دانشش، انمو عزتش، انمو حیبتی که در عالم داملا هست، همون را خداوند میگه من با واسطه آنه که تو دری طمع، دری طلبیدن بر بالای خودت کشادی، من مقصد اونها را از تو گرفتم. یعنی بسیاری اگر داملا و عالما و مولوی و هر کسی که دارنده علم است، شما بینید که کسی عالم است برادرها، او بسیار مقام و مرتبه داره، او عزت بلند داره، ولی وقتی همین طلبیدن و طمع کردن برای خودش که کار دائمی قرار میتید، خداوند همو عزت او میگیره، همو آبرو را از او میگیره، احترام از او میگیره. بلکه بعضی ها شاید بعضی همون نفرهایی که
یک 4 تنگه دارن، همون را ببینن زیارت نمی آیند، از اون میگریزن که حاضر مقصد از ما پول میطلبه. و هر یک برادرایی که اهل علمن در اینجا ایستاده به اونها مراجعت میکنم که پیامبر گرامی گفته است من تواضع لغنی لغنا لاجل غنا ذهب ثلث دینی. کسی اگر یک نفری که مالدار و پولدار است در پیش او میرود، خودش قطع میکنه، دستاش پیش بر میکنه برای آنی که همه آدم یک مبلغ برای او بتد، همین نفر عالم و دانشمند میگه از 3 یک حصه دینش خداوند از وجودش دور میکنه. برای همین الله مهربان طلبیدن بسیار بد میبینه. یعنی با طلبیدن برادرای عزیز و گرامی ما چهار میکنیم؟ ما از بسیاری بگیم پیشروی ها حتی باز ایستادن من امکان داره. زیان های خیلی ضرر خیلی زیاد داره. آدم بسیار بی قدر می شود، آدم بسیار بی قیمت می شود. همون ارزش هایی که در فرزند آدم خداوند میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم بسیار اکرام کردگیم، بسیار عزتش دادیم. لیکن وقتی تو همین طلبندگی را بین، همه طلبنده را حقارت میکنن، همه طلبنده را دشنام میکنن. بین نمیماند، حتی نمیماند نزدیک شدن به طرف خودش نمیمانش. همون آب روی همون رفتگیش ای چی حسابه؟ ای حسابی طلبیدن شه. بین الله مهربان میگه ما او را با یک همون کله‌ای که یا چهره‌ای که گوشت دارد با همون با او ملاقات میکنیم، یعنی با یک غضبی. بیا حدیث دیگر میریم. پیامبر گرامی گفتن، اینش جناب امام ابو هریره روایت میکرد، این حدیث امام مسلمه: من سأل الناس تکثرا فانما یسأل جمرا فلیستقیل او لیستکثر. پیامبر گرامی گفتن هر کسی که از مردم میطلبد، به خاطر چی میطلبد؟ به خاطر که میگه هر که وقتی از مردم میطلبد به خاطر که مالم زیاد شود، یعنی میطلبم به خاطر که مالدار شوم، میطلبد به خاطر که پول زیاد جمع کنم. پیامبر گرامی گفتن تو پول زیاد جمع نکردی. ببین تو برای خودت هر طلبیدنی که چقدر زیاد جمع کردی، همون قدر آتش دوزخ جمع کردی. یعنی تو پاره های آتش دوزخ جمع کردی، تو مال جمع نکردی. برای همین به سوی طلبنده اشاره میکند که یعنی طلبیدن پیشه نکنید که شما در هر مبلغ گرفتگیتان شما یک پاره آتش دوزخ میگیرید. برادران عزیز، در این حدیث ها خیلی اهمیتی که ببین چقدر شریعت اینا را مذمت میکنه، چقدر شریعت اینا را مقصد نکوهش میکنه که یعنی این راه را انسان باید هیچ وقت پیشه نکنه داخل. میریم حدیث دیگری. پیامبر گرامی گفتن، این حدیث امام ترمذی است که اسنادش حسن صحیح میگه: این المسئله کد یکد به الرجل وجهه. حضرت میگه مقصد اگر من عادی کده ساده گویم، میگه طلبنده هیچ وقت یعنی دیده و رو نداره. یعنی خدمانده یک آدمی بی حیا را، یک آدمی بگیم بسیار بی شرمه، همین خیلی یک آدمی تماما بگیم در او یگان عقل و فراست انسانگری نباشه، بعد میگیم که ای صد نوبتش رو دیده و رو نداره و هر چی میکنه کردن بگیره. همین طلبنده ها را حتی پیامبر گرامی میگه اینها دیده و رو ندارن، اینا دیده و رو ندارن. اگر دیده و رو داشته باشن، باور کنین وقتی انسان همین دستش دراز میکنه یک از طلبیدن ده خیلی بگیم این کاری وزمینه. وقتی گردن کج کردن، وقتی طلبیدن، این بسیار کاری وزنینه. ولی وقتی که این کاری که برای خود کسب قرار دادگیان،
پشت با پشتشون که طلبیده رفتیستن دیگه اینها مقصد انمو دیده و رو ندارن. برای اینها مقصد من چی گویم آخی؟ حدی اقل خواه همون سومی میدادگیم در من اجر ثواب بگیرم؟ نه، بلکه ببینین که او طلبیدنش در یک پاره آتش گرفت و من در دادنش پیش خداوند برای کمک کردن گناه من شیدم، من گناهگار شدم. در حدیث دیگر پیامبر گرامی میگن من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تصد فاقته و من انزلها بالله فیوشک الله له برزق عاجل او آجل. برادر عزیز، پیامبر گرامی چی گفتن؟ گفتن هر وقتایی که شما را اگر ناداری فرا بگیره، خیر میشه در انسان که یکی آمد و کمبودی هاشی، یکی آمد و به شرایط شده، میگه در اینجا میگه همون ناداری تا در مردم نگو که ای مردم من ندارم، نگو که ای مردم اگر دست من نگیرین من میبرم. ببینین در مردم تکیه نکنین میگه، بلکه اینا میگه در الله مهربان مراجعت کو، زودتر یا دیرتر خدای مهربان همون دری فقر به تو بسته میکنه و دری درآمد و کشایش بر بالای تو کشاده میکنه. و اگر به مردم گفتی به الله میگه مراجعت نکردی، این حالت در میگه تا زمانی که حیاتی همون دری فقر یعنی دری ناداری در بالات کشاده میماند و از الله مهربان به تو هیچ چیزی نمیرسه. اگر تو شکایت در مردم میکنی ناداری تو در خالق در الله مهربان نمیکنی. برای همین شاعر میگفت زهر است عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. حاجت از خدا بخوا میگه، این مردمی که برای تو اگر چیزی هم داد این زهر است میگه، زیرا برای تو همیشه منت میکنن. ببین بعضی وقت میشود که انامی طلبنده را وقتی مبلغ میتن با بربالاشون حقارت میکنن، سیاستشون میکنن، مقصد میبری برای کار کنی، آخی تا که با این راه مقصد تو زندگی میکنی، ملامتت میکنن. شاعر میگه زهر است عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. جناب طغرل میگفت هیچ کس طغرل نباشد تکیهگاه هیچ کس، آن که در افتادگی دستی تو را گیرد خداست. اگر شما وقتی نادار شدین، اکنون را برای این طلبندهایی که کسب کردن من اینها را مراجعت نکردیستم، برای اینها را دستشان گرفتن کمک کردن، همه شما گناهگاری. ببینید شما گناهگاری. اینها را برای کسایی میگم که وقتی مشکلات بالاتون میاد، ناداری پیشتون میآید، شما میگه دری طلبیدن یا اینکه با مردم شکایت کردن در این بابتی که ندارم میبرم چیکار میکنم، میگه اینها را پیش الله دا بگو، زیرا هر مشکلی را از بنده دور میکردگی برادر عزیز این الله هست. خدا رحمت کنه جناب شیخ سعدی را، میگفت ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. تو وقتی دشمنان را شکماشون اسیر کسته، وقتی آدمی خودی، آدمی به تو ایمان داشتگی، آدمی که تو را میشناسد در تو مراجعت کند، من باور دارم که تو او را محروم نمیکنی. وقتی یک آدمای بیدین و بیدیانت تو نان میتی، دوستا را تو کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. برای همین اگر ما جدی برادرای عزیز با الله مهربان ما مراجعت کنیم، حتی همین ناداری ما، حتی همین سختی ها هم از بالای سرمان دور می شود.
یک قصه در ذهنم آمد. میگه یک نفر یک روز کار نیافت. اون نمیطلبید، فقط بیرون میبرامد، کار نمیافت. دویم روز رفت، کار نیافت. سوم روز دیگر ناچار شد و میگه رفت مسجد و دستاش برداشت، گفت پروردگار مهربان، دویم روز است که من کو طاقت میکنم ولی فرزندهای خور دارم، ولی کار نمیابم که کار کنم و مقصد شکم فرزندکام سیر کنم. الهی مهربان، دست به سوی درگاه تو برداشتم، یگان کاری را نصیبم کن، یگان راهی را برای من الهی مهربان بیا. شب بود، میگه نفری بود بسیار آدمی ثروتمند دولتمند به نام ابن صراف. میگه در خوابش میگه ملائکه نداش کرد، ای ابن صراف، از جایگاه نرمت بلند شو و فلان مسجد نفری هست که نیاز به کمک دارد، رو دستی او را بگیر. وقتی ابن صراف به اون مسجد آمد، دید که یک آدم حقیقتا گردنکش خم و خدای مهربان دعا و تضرع دارد. وقتی دعاش تمام کرد، ابن صراف میگه به مبلغ امروزه $1000 در پیش ماند. گفت این مبلغ بگیر، رو مقصد کمبودیات حل کن، هرگاه با نیاز پیدا کردی مرا ابن صراف میگن، من در فلان منطقه زندگی میکنم، بیا حاجت میبرارم. این فقیر به هر حال که به خدا تکیه داشت، بین حاجت که با الله میگفت، پیش مردم گردنش خم نمیکرد، مردم در مقصد چه خار ذلیل نمیکرد. گفت من به نشانه و ادرسی تو چکار دارم، هرگاه نیاز پیدا کردم به پروردگارم مراجعت میکنم، همو پروردگارم گوی جاگه گرم ترا بلند میکند و پیش من روان میکند و تو حاجت مرا میبراری. چهل بنده های بگیم نیکی بدن، چهل بنده های مثال بگیم حقیقتا بنده های بگیم اصلی و اساسی بدن که مراجعت میکردن در حالت های سختی با خداوند، هیچ وقت شکایت پیش مردم نمیکردن، هیچ وقت ناداری خودشون در گوش مردم و در چشم مردم نمیرسانن. امروز اگر در مردم بگوی ندارم، بعضیش میگه را خدا زدگیه، نمیبراره درو مثل ابن صراف واری $1000 در دستت بده. برای این برادران عزیز و گرامی، من گمان میکنم که از این حدیث های خواندگی و از این معلوماتی که من برای شما دادم، گفتی امو محمد صاحب ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. در اخیر در پیشم یک حدیثی را دیدم بسیار بگیم حدیثی که شاید از همین طلبنده های ما که همین صحبت مرا شنود، شاید از همین کارش برمیگرده، یک راه حلال یک راه درست می رود. پیامبر گرامی میگه، جناب امام ابو داود اسناد این حدیث صحیح میگه من یکفل لی ان لا یسأل الناس شیء و اتکفل له بالجنه. پیامبر گرامی چی گفتن؟ گفتن اگر کسی از امتان من در پیشش همین خیلی وظیفه بگذاره که خداوندا تا زمان زنده من هیچ نمیطلبم، پیش کسی گردن من خم نمیکنم، خدایا مهنت میکنم، الهی مهربان مقصد زحمت میکشم، از کسی چیزی نمیطلبم. پیامبر گفت وقتی که این آدم همچنان اراده را در پیش گذاشته باشد، من کفیل همین آدم که الله را دعا میکنم در روز قیامت که همین آدم را داخل جنت کنم. برای که این آدم بسیار تصمیم نیکی گرفت، بسیار مقصد بهترین را در پیش گذاشت که من طلبیدن دیگر هیچ وقت برای خود و مقصد هیچ وقت راه نمیتونم، یعنی من دیگر طلبندگی را بس کردم. برادران عزیز و گرامی،
این حدیث ها دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر مهربانی الله و رسول میکنن. من یک برادر وقتی گفتم طلبیدن نتین همی طلبنده ها را که گناهگار میشین، گو بابای حاجی باید 50 درهم یک سوم که جای ما کم میشود. بینین چه خیلی ما عقلکی میکنیم، چیزی را که شریعت و الله و رسول معین کرده است. آیا اینا به نفع ما نیست؟ آیا همین به فایده ما نیست؟ آیا ما را از خواری و ذلت نجات داده نیست؟ جناب عبدالرحمن جامی بسیار یک مصرع‌های زیبا داشت، میگفت به دندان رخنه در پولاد کردن. همین را اخیرا بخوانم، بعد انشاءالله یک جای دعا میکنیم. به دندان رخنه در پولاد کردن، به ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، به پیلکی دیده آتش پاره چیدن. خب به پیلکی دیده آتش پاره چیدن، به فرق سر نهادن 100 شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن. بسا بر جامی آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. برادرای عزیز، پولاد میدونین چقدر سخته. حضرت ابی همون را به دندانم رخنه میکنم، به ناخونم از سنگ راه میکنم، در چکدان بگیم پر از آتش باسه سرنگون میرم، با میجه هم آتش پاره ها را میچینم، در فرق سرم 100 شتربار را بار کنن میبردارم، از مشرق تا مغرب بگن بدو میدوم، همه اینا را به گردن میگیرم. ولی طلبندگی را و یک کسی که منتم کنه که ضربت من بود که تو نان تیافتی خوردی، ای را به گردن نمیگیرم. بگذار برادران و خواهران گرامی، کسانی که این کار را پیشه کردید، بین همین تصمیم جناب عبدالرحمن جامی را، بیا سخنهایی را که پیامبر گرامی برای ما و شما گفت، بین همین را برای خودمان دستور عمل حیاتی ما قرار تیم و از همین خواری و ذلت و از همین شرمندگی خودمان خلاص کنیم. خداوند عاقبت هممون را به خیر کنه، ایمانمون را با سلامت نگه داره. الله مهربان کند که این صحبت را ما کردیم، خداوند توفیق عمل شه به همه ما و شما نصیب گردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.